سلام خدمت دوستان عزیز. ما امروز یه یادآوری خیلی سریع بکنیم، چون چند بار این بحث به خاطر حالا مشکل فنی که پیش اومد گسیخته شد. یه یادآوری خیلی سریع بکنیم که کجا بودیم و چی داریم میگیم، کجا هستیم، و یه مثال، حالا یکی دو تا مثال تا جایی که میشه از این بحث تحلیل ماتریسی فنر حل بکنیم. ما در ابتدا گفتیم که ما یه المانی داریم به نام المان فنر که شما اینجا تصویرش رو ملاحظه میکنید. این المان رو ما بهش میگیم المان فنر. دو تا گره داره، گره شروع، گره آی، گره جی، گره پایان. یه تغییر شکل، تغییر مکان در واقع گره شروع رو داره که ما با یو آی نشونش میدیم. یه تغییر مکان گره پایانی رو داریم که با یو جی نشونش میدیم. اختلاف این دو تا تغییر مکان یعنی یو جی منهای یو آی عملاً میشه دلتای فنر. البته ما به سر یا ته این فنر هم ممکنه نیروهایی رو یا قیودی رو که حالا میرسیم اعمال کرده باشیم. ما یه نیروی F در شروع داریم، یه نیروی F در پایان داریم، Fi، Fj مثل Ui و Uj اینا رو داریم. این تعریف ها رو اینجا شما میبینید. دو تا گره I و J داریم. جابجایی های گره I و J میشه Ui و Uj. نیروهای گره‌ای که به گره های I و J وارد میشه Fi و Fj که حالا واحداش هم جلو نوشته شده، مثلا یو واحد طوله دیگه، حالا اینچه یا متر یا میلیمتر یا سانتیمتر یا هرچی. نیروهامون هم واحدای نیوتونه، میتونه پاند باشه، میتونه نیوتن باشه، میتونه کیلوگرم فورس باشه یا حالا هرچی. به همین ترتیب یه سختی فنر داریم و یک معادله رفتاری برای فنر داریم. معادله رفتاری فنر هست F مساویس با K دلتا. این کلیتی از معرفی اصلا المانی که داریم. ما میخوایم یه دور خیلی سریع مرور کنیم. این کلیت این بود که اصلا المان چی بود، چه مشخصاتی داشت، گره شروع، گره پایان، تغییر مکان شروع، تغییر مکان پایان، نیروی گره‌ای شروع، نیروی گره‌ای پایان و معادله رفتاری فنر که این الان معادله رفتاری فنر ماست. یعنی یه سختی براش تعریف کردیم و یه دلتا که تغییر مکان نقطه پایانی گره پایانی منهای گره آغازی میشه دلتای ما، و نیرو با تغییر شکلمون با رابطه F مساوی K دلتا با هم دیگه مرتبط شدن. الان اینها با رابطه F مساوی K دلتا با هم دیگه مرتبطن. این شد المان. حالا نکته بعدی که باز گفتیم میخوایم خیلی سریع اشاره کنیم این بود که همونجور که قبلا هم خدمتتون گفته بودم ما سه دسته معادله داریم. یکی معادلات در واقع تعادل بودن، معادلات تعادل استاتیکی بودن. معادله بعدی که داشتیم معادلات در واقع رفتاری بودن که اینا میتونه تعدادشون از یکی تا هر چقدر میتونه باشه. معادلات تعادل استاتیکی محدود بود تعدادش. و یه سری معادلات سازگاری تغییر مکانها بود که دیگه اینو به طور خلاصه خیلی وقتا فقط بهش میگن معادلات سازگاری خالی، دیگه ادامه نمیدن، ولی اسم کاملش معادله سازگاری تغییر شکل هاست. خب ما معادلات تعادلمون رو نوشتیم، یکی برای گره شروع، یکی برای گره پایان که توضیح دادم چه شکلیه.
ما نیروها رو در ابتدا و انتها همیشه و تغییر مکانها رو در جهت مثبت فرض میکنیم. اگر احیانا منفی به دست اومد یا خلاف این جهت بود ما منفی میذاریم یا منفی به دست میاریم. اگه محاسبه کردیم نیروی رو منفی به دست آوردیم یعنی جهتش برعکس اونی که ما فرض کرده بودیم. اگه تغییر مکانی رو محاسبه کردیم منفی به دست اومد یعنی جهتش برعکس اون چیزیست که ما فرض کردیم. پس ما نیروی گره شروع و نیروی گره پایان رو به صورت در جهت امتداد مثبت محور ایکسمون که اینجا شما ملاحظه میکنید در واقع فرض میکنیم. همینطور یو جی و یو آی مون رو. خب نیروی معادله تعادل تو گره یک میشه اف آی، یعنی این نیرو که علامتش برعکس نیروی داخلی فنره. یعنی اگه فنر شما کششی باشه این ببینید این داره فشارش میده. به همین ترتیب اگه فشاری باشه این برعکس میشه. اگه فنری تحت فشار باشه اون علامتش برعکس اون چیزیست که اینجا ما فرض کردیم. پس نیروی فرضی ما برای گره شماره یک منفی نیروی داخلی فنره و نیروی داخلی فنر هم طبق معادله رفتاری که گفتیم هست F مساویس با K دلتا که ملاحظه میکنیم K منفی رو که داشتیم، منفی از اینجا اومد، منفی در واقع از اینجا منتقل شده الان به اینجا به جای F میذاریم K دلتا که دلتای ما هست یو جی منهای یو آی. این میشه معادله تعادل استاتیکی که حالا باز به اختصار ما فقط میگه معادله تعادل برای گره شماره آی، گره شروع. این همین کار رو برای گره پایان هم میکنیم. خب بعد از اینکه این کار رو انجام دادیم ما این معادله رو که به دست آوردیم، این دستگاه معادلاتی که الان اینجا به دست اومده، چون الان ما در واقع دو معادله داریم، ما اینجا الان دو معادله داریم و این یه دستگاه، یعنی تعادل این فنر با نوشتن این دو معادله و برقرار بودن هر دوی اینا با هم برقرار میشه. یعنی تعادل استاتیکی ما الان دو معادله و دو مجهول. تو دل این رابطه در واقع تعادل استاتیکی ما معادله رفتاریمون اف مساوی کا دلتا رو هم نوشتیم. سه دسته معادله داشتیم. دسته اول معادلات تعادل استاتیکی بودن، دسته دوم معادلات رفتاری بودن که همون اف مساوی کا دلتای ماست که ملاحظه میکنید این اف مساوی کا دلتا معادله رفتاری رو آوردیم اضافه کردیم. پس از این سه دسته معادله‌ای که داریم ما کلاً دو تاشو الان نوشتیم. دو تا از این معادلات رو ما نوشتیم. دسته اول تعادل استاتیکی بود، تو دلش معادله رفتاری رو هم گنجوندیم، شد یه دستگاه دو معادله دو مجهولی، دو معادله در واقع چهار مجهولی، هم F شروع F پایان مجهوله، هم U شروع U پایان مجهوله. حالا میرسیم به این معادله رو، این دستگاه معادله رو ما به صورت ماتریسی می نویسیم. یعنی این دستگاه معادله که اینجا داشتیم به صورت ماتریسی تبدیلش میکنیم و به فرم ماتریسی می نویسیم که توضیح دادم چه شکلی. و میدونید دستگاه معادلاتی که ما تو مدرسه میخوندیم یه راه دیگه ای داشت که نشونش بدیم به فرم ماتریسی. ما دیگه اینو به این شکل هم میتونیم نمایشش بدیم. گفتیم کاه بزرگ، کاه بولد، ببخشید کاه بولد نه بزرگ، کاه بولد با حروف بولد یعنی ماتریس سختی المان. کاه
با حروف عادی غیر بولد یعنی خود عدد سختی، یعنی این فنر سختیش چنده؟ 2، سختیش چنده؟ 10. این میشه 2. اما موقعی که ماتریس سختی رو تشکیل میدیم ما یه ماتریس مینویسیم 2 2 منفی 2 منفی 2. ما یه ماتریس اینجا تشکیل میدیم. پس کای بزرگ یعنی ماتریس سختی. اینجا این تعاریف رو شما ملاحظه میکنید. کای بزرگ پس یعنی ماتریس سختی. یو یعنی بردار جابجایی، چون با حروف بولد نمایشش دادیم. یو رو ما با حروف بولد نمایش دادیم. اف هم یعنی نیروهای گرهی ما. پس این میشه، این رابطه ای که الان ما اینجا نوشتیم میشه معادله ماتریسی یک المان. نشونه این که مال یه المانه چیه؟ اینه که این حروف کوچیک هستن، با حروف کوچیک انگلیسی نوشته شده، با حروف بولد و کوچیک انگلیسی نوشته شده. این معادله ماتریسی سختی یک المانه. حالا کار بعدی که باید بکنیم اینه که ما یه سازه رو که متشکل از چند تا المانه، مثلا 2 تا المانه، ما یه سازه رو که تشکیل شده از 2 المان شماره 1 المان شماره 2 ما میایم معادله این سازه رو میخوایم بکشیم از 2 المان. دیگه ساده ترین چیزی که میتونیم در نظر بگیریم اینه که المانمون المان فنر باشه و سازمون هم 2 تا المان داشته باشه، تعداد المان ها محدود باشه، کم باشه. این دیگه ساده ترین چیزه. این سازه است. الان یه سازه است، مثل ساختمونی که چندین تا تیر داره، ستون داره. حالا اون پیچیده تره، تعداد الماناش هم بیشتره. ما میخوایم معادله سختی اون سازه رو بنویسیم. پس میایم ماتریس سختی المان شماره 1 رو مینویسیم. سختی عدد سختی المان شماره 1 ما هست K1. پس ماتریس سختی ما میشه K1 K1 تو قطر اصلی منفی K1 منفی K1 تو قطر فرعی. ماتریس سختی المان شماره 2 رو هم مینویسیم. اونم میشه K2 K2 تو قطر اصلی منفی K2 منفی K2 تو قطر فرعی. یادمون هست که درایه های این ماتریس رو با شماره 1 و 2 ما نشون نمیدیم. این درایه های این ماتریس اینه: درایه U1 U2 مثلا. درایه U1 U2 یعنی سطر U1 ستون U2، سطر U1 ستون U2. این میشه درایه. حالا ممکنه به اختصار بگیم 1 2، ولی یادمون هست که این داره سختی مرتبط با درجه آزادی شماره 1 رو که وصل به درجه آزادی شماره 2 به ما نشون میده. یعنی اگر نیروی واحدی به اندازه 1 نیروی واحد وارد کنیم به گره شماره 2، تغییر مکان نیروی گره 1 چقدر میشه؟ این میشه درایه U1 U2، یا ما به اختصار برای اینکه طولانی نشه گفتمون میگیم 1 2. این المان بین چی و چی وصل بود؟ المان شماره 2 به کجا و کجا وصل بود؟ به گره 2 و 3. پس این U2 و U3 U2 U3 این الان به این شکل. خب پس ما الان یک ماتریسی داریم برای المان شماره 1مون
یه ماتریس داریم برای المان شماره 2مون. سازه ما کلا همین دوتا المان رو داشت، پس بنابراین ما کلا الان اینجا ماتریس های المان های سازمون ها همشون رو داریم. یه دور دوباره برگردیم به اون چک پوینت های اصلی خودمون، مرور کنیم یادمون نره کجاییم، چون حالا کلاس ها مجازیه. من مطمئن شدم که مطلب رو خوب منتقل کردم. ما با یه المان آشنا شدیم. قبلا میدونستیم که 3 دسته معادله ما کلا داریم: معادله تعادل، معادله رفتاری و معادله سازگاری. دسته سوم معادلات ماست. معادلات تعادلمون رو نوشتیم، معادلات رفتاریمون هم توش نوشتیم. شد چی؟ شد معادله سختی یا معادله یک المان ما، معادله رفتاری المان ما. این الان کا یو اف، کا یو مساوی با اف، معادله سختی المان ماست. چرا معادله سختی المانه؟ چون با حروف کوچیک بولد نوشته شده. حالا ما میخوایم معادله سختی سازمون رو بنویسیم. اگه بخوایم معادله سختی سازمون رو بنویسیم، خب باید ببینیم سازه ما چند درجه آزادی داره. المان ما 2 درجه آزادی داشت، یه ابتدا داشت، یه انتها داشت. هر المان ما اینجا یه شروع داشت، یه پایان. نقطه شروعش هم یه حرکت افقی یو داشت، یه درجه آزادی داشت. نقطه پایانش هم یه درجه آزادی. خب الان من یه سازه اینجا دارم، ملاحظه می‌کنید ما الان اینجا یه سازه داریم. خب این سازه ما چند درجه آزادی داره؟ 3 درجه آزادی داره. پس من باید یه ماتریسی بکشم که 3 در 3 باشه. یعنی جایی بکشم که بتونم ادامه‌اش بنویسم. این ماتریس ما 3 درجه آزادی داره: U1، U2، U3. به همین ترتیب برای سطرهاش هم دوباره U1، U2، U3. خب روش کار ما اینجوری خواهد بود. ما گفتیم ما تو تحلیل ماتریسی در اساس در واقع تحلیل سازه این بود که ما یه تعدادی معادله داریم. این معادله های ما فقط به اندازه تعداد خودشون میتونن مجهول به دست بیارن. معادلات استاتیکی ما تعدادشون محدود بود. ما تعداد محدودی معادله استاتیک داریم، پس همه مسئله ها رو نمیتونیم با استاتیک حل کنیم. بعضی از مسئله ها نامعین استاتیکی هستند. مجبوری معادله رفتاری بنویسیم، یعنی رابطه‌ای بین تغییر شکل و نیرو، رابطه‌ای بین تنش و کرنش، فرقی نمی‌کنه. مجبوریم اینو بنویسیم. خب موقعی که اینو نوشتیم، حالا چیکار باید بکنیم؟ حالا باید اینا رو با معادلات سازگاری تغییر شکل‌ها ترکیب کنیم. ما غیر از این 3 دسته معادله هیچ معادله دیگری نداریم تو تحلیل سازه. یعنی چی؟ یعنی انتظار ما اینه وقتی که همه این معادله ها رو بنویسیم بتونیم هر سازه ای رو حل کنیم. یعنی اگر میخوایم سازه هامون رو تحلیل کنیم، با نوشتن این 3 دسته معادله همه سازه ها باید قابل حل باشن. تمام. یعنی همه مجهولات ما باید به دست بیاد. هیچ مجهولی نباید باقی بمونه. این اساس گفتگوی ماست. خب ما الان دسته اول معادلات و معادله تعادلمون رو برای این المان نوشتیم. دسته دوم معادلات و معادله رفتاریمون رو برای این المان نوشتیم. خب حالا میایم برای کل سازه همین کار میکنیم. روش کار این شکلیه. گفتیم دنبال یه روشی ما هستیم که عرض به خدمتتون که
بدیمش به کامپیوتر، فکر نخواد، ابتکار نخواد، این مسئله یه جور حل شه، اون یکی حالا با یه ابتکار دیگه حل شه، یه چیزی باشه به راحتی با ساده ترین الگوریتما ما به کامپیوتر اینو بدیم، کامپیوتر هم 1 2 3 4 اون کارا رو انجام بده، سازه ما حل شه. ما دنبال این هستیم. خب گامای ما اینه. گام اول ما تو تحلیل سازه با روش ماتریسی اینه که با کامپیوتر میگیم برو نگاه کن ببین چند تا المان داری، ماتریس سختی تک تک المان ها رو تشکیل بده. این شکلی بنویسیم. گام اول ما پس تشکیل ماتریس سختی المان ها. چند بار این کار انجام بده، یه لوپ برش میذارید، یه مثلا حالا فور آی مساوی 1 تا تعداد المان های من. الان تعداد المان های من 2 تاست. میگیم از المان شماره 1 شروع کن، ماتریس سختیشو تشکیل بده. المان 2 بعدی المان شماره 2 شروع کن تا آخر. خب دیگه المان 2 آخرین المان ما تموم شد. پس گام اول ما تموم شد. گام دوم ما تشکیل ماتریس سختی کل سازه است. یعنی ما در واقع این المان ها رو باید سرهم بندی کنیم، مونتاژ کنیم، اسمبل کنیم، کلمه هایی که حالا به کار میره. یعنی معادله سختی سازه‌مون رو بنویسیم. ما با این کار اگر این کار انجام بدیم چند تا معادله رو از این دسته معادله هامون نوشتیم؟ 2 تا تعادل رو نوشتیم و رفتاری رو. حالا یه بخشی از این معادله‌های سازگاریمون هم اینجا گفتم نوشته میشه. معادلات سازگاری این بود: اولا سازه من گسیخته نمیشه، بریده نمیشه، ناپیوستگیشو از دست نمیده، حالا هر تعبیری که بهتر تو ذهنتون میشینه برای مفهوم. سازه من پاره نمیشه. یعنی چی پاره نمیشه؟ یعنی این بعد از اینکه من نیروها رو بهش وارد کردم اینجوری نمیشه که این فنر شماره 1 باشه بعد پاره شه فنر شماره 2 از اینجا شروع شه بیاد اینجا. نه، این گره شماره 1 مال المان شماره 2 ما که شمارش 2 بود با گره شماره 2 برای المان شماره 1 ما، یعنی گره اینجوری بگیم گره جی المان 1 با گره آی المان 1 روی همن. یعنی چی؟ یعنی همون سازگاری تغییرش. یعنی سازه من پاره نمیشه، سازه من گسیخته نمیشه از درون. یه بخشی از سازگاری تغییر شکل اینجاست. روش کار چه شکلی بود؟ روش کار اینجوری بود: ما به کامپیوتر میگیم خب گام اول انجام دادی، بیا به تعداد المان ها ماتریس سختی درست کن، المان شماره 1 المان شماره 2 ماتریسش رو تشکیل بده. ما 2 تا المان بیشتر نداشتیم، تموم شد. گام دوم میگیم بیا سرهم بندی کن. سرهم بندی چه جوریه؟ میگیم برو ببین چند درجه آزادی داریم. 1 یعنی چند تا گره داریم، هر گرهی چند درجه آزادی داره. الان ما 3 تا گره داریم، هر گرهمون هم 1 درجه آزادی داره. ما ممکنه المانایی داشته باشیم که تعداد درجه آزادیشون بیشتر باشه. اینجا المان فنر به عنوان ساده ترین المانی که ما داریم 1 درجه آزادی داره. خب بنابراین ما الان به کامپیوتر میگیم برو تعداد درجات آزادی رو تشخیص بده. کامپیوتر میره نگاه میکنه میبینه 3 تا درجه آزادی داریم: یه یو گره 1، یو گره 2، یو گره 3. میگه خیلی خوب یه ماتریس درست کن 3 در 3. این ماتریس های تک تک المان ها رو خالی کنین توی تمام اینا 0 بذار. یعنی الان این درایه 0، این درایه 0، این 0، این 0، این 0. اینا رو بیار بری سر جای خودشون با عدد قبلی جمع کن. ببینید چقدر برنامه نویسیش آسونه. یعنی همجوری که
من میگم الان شما به بچه کلاس دوم راهنمایی هم شما اینو بگید میتونه انجام بده. حالا اون متوجه نمیشه که چی کار داره میکنه، ولی شما متوجه میشید چی کار میکنه. اون نمیدونه اینا چی هن، سختی چیه، نمیدونم المان چیه، معادلات چی هن، ولی کار بسیار ساده ایه. ماتریس سختی رو تشکیل بده. ماتریس سختی المان اینه که عدد سختی رو بگیر، مثلا 5، فرض کنید سختی ماتریس شماره 1 ما 5 باشه، ماتریس سختیش میشه 5 تو قطر اصلی -5 -5 تو قطر فرعی. مثلا لازم نیست من فکر کنم، مثلا لازم نیست بدونم اینا چیه، همون چیزی که ما برای کامپیوتر میخوایم. خب حالا طولانی نکنم که اصل مطلب گم نشه. گام اول به کامپیوتر گفتیم برو ماتریس سختی تک تکشون رو تشکیل بده. حالا عددا K1 K2، مثلا اگه 5 و 6 بود ماتریس های ما میشد 5 5 -5 -5 و مثلا 6 6 -6 -6 تو قطر اصلی 6 بذارید، تو قطر اصلی فرعی -6 بذارید. این میشه ماتریس سختی المان شماره 1 مون. البته باید بولدش کنم با حروف کوچیک. این ماتریس سختی شماره 1 ما، این ماتریس سختی شماره 2 ما با حروف بولد، یا همونجوری که گفتم زیرش یه علامت این شکلی بذارید، یا با یه نماد یا خط بکشید یا بالاش یا هرچی که این ماتریس ها تشکیل شد. یادمون هم هست درایه های این ماتریس ها 1 و 2 عدد نیستن، درجه آزادی های ما هستن. U1 و U2 تتا 1 و تتا 2 هم بعدن اگه المانی داشتیم که دوران هم میتونست بده میشه تتا 1 تتا 2. خب طولانیش نکنیم، بیا این درایه تو این ماتریس تو همه جاهای 0 بذار، بیا از ماتریس شماره 1 شروع کن، این عددا رو بذار سر جای خودشون، با عدد قبلی جمع کن. الان همه عددهای ما 0. خب U1 رو بیار بذار تو U1 با اون قبلی جمع کن، میشه این. U1 U2 رو بیار بذار سر جای خودش، میشه -K1 بذار سر جای خودش. U2 U1 رو بیا بذار سر جای خودش، میشه -K1. U2 U2 رو بیار بذار، حالا من بعضی از اینا رو نشون میدم بقیه‌شو شما میبینید. اینو بیار بذار توی U2 ببخشید یه ذره این درشت نوشتم، سطرا قاطی شد، از این اصلاحش کنم. این شکلی میشه U1 بعد خود ریزتر بنویسم K1 U2 دوباره K1 اینجا -K1 اینجا -K1. اینا رو دونه دونه آوردیم. U1 رو گذاشتیم تو U1 که ماتریس سختی کل سازه. U1 U2 رو آوردیم گذاشتیم سر جای خودش. U2 U1 رو که حالا ما دیگه به صورت U هاشو نگیم که طولانی بشه، 2 1 رو گذاشتیم سر جای خودش، 2 2 رو هم گذاشتیم سر جای خودش. الان K1 2 2 ما بود اومد 2 2 شد. خب به کامپیوتر گفته بودیم چیکار کن. گام 1 ماتریس سختی المان ها رو یکی تشکیل بده، تشکیل داد. گام 2 بیا ماتریس سختی کل سازه رو با سرهمبندی ماتریس های سختی تک تک اعضا یکی درستشون کن. چجوری این کار انجام بده؟ یه ماتریس به تعداد درجات آزادی درست کن 3 در 3. بیا اینا رو یکی بریزیم تو. خب من الان ماتریس عضو شماره 1 رو ریختم، تموم شد کار این، تموم شد. الان این تموم شد، خط زدم. میام المان بعدی که المان شماره 2 منه، دوباره 2 2 شو میذارم تو 2 2
با قبلی جمع میکنم. این که با این جمع میکنم تو معادله تعادله دیدیم، یعنی اینکه این گره جدا نمیشه، این گره این به هم وصله. یعنی اگه گره دو تکون بخوره، هم فنر اولی تکون میخوره هم فنر دومی تکون میخوره. یعنی حرکت گره دو تو فنر شماره 1 و 2 به هم دیگه وصل. خب پس الان من U2 رو که گفتیم یوهاشو نگیم، 2 رو آوردم با عدد قبلی جمع کردم. به کامپیوتر گفته بودیم یه ماتریس 3x3 درست کن، تو همه درایه هاش اول 0 بریز، بعد حالا شروع کن این ماتریس ها رو خالی کن، اون تو هر چی میریزی با قبلی جمع کن. حالا ماتریس اول رو جمع کردیم ریختیم، حالا ماتریس دوم این 2 رو میاریم میذاریم تو 2 با عدد قبلی جمعش میکنیم. 2 3 رو دوباره همین کار رو میکنیم. 3 2 رو دوباره همین کار رو میکنیم. 3 3 هم دوباره، من 3 3 هم نشون بدم، 3 3 هم دوباره همین کار رو میکنیم. این میشه ماتریس سختی کل سازه ما. حالا اینجا ما چی داریم؟ اینجا ماتریس سختی رو داریم. اگه بخوایم معادله سختی رو بنویسیم میشه U1 U2 U3، یعنی بردار جابجایی رو اینجا میذارم، مساویس با F1 F2 F3. ببینید ما اینجا بعضی از معادلات سازگاری تغییر شکل‌ها رو هم وارد کردیم. این که اینا رو داریم با هم جمع میکنیم یعنی گره دو من ول نیست، المان 1 واسه خودش تکون بخوره، المان 2 واسه خودش، اینا به هم بسته شدن. به این ماتریس همبندی هم میگن، این کار رو سر همبندی هم میگن، اسمبل کردن. مثل اینکه یه چیزی شما میگیرید تیکه تیکه از اسمبلش میکنید، اسمبل کردن هم میگن، مونتاژ کردن هم گاهی میگن مونتاژ ماتریس ها یا سرهمبندی اسمبل کردن ماتریس ها. الان من معادله سختی کل سازمو نوشتم. توی این اینایی هم که چیزی نوشته نشده خب طبیعیه دیگه، همون صفری که بود باقی مونده. خب الان من اینجا چند تا مجهول دارم؟ U1 U2 U3 3 تا، F1 F2 F3 3 تا، جمعاً 6 تا من مجهول دارم. چند تا معادله دارم؟ 3 تا. معادله دیگه هم نمیتونم بنویسم، نداریم اصلا که بنویسم، باید با همینا حل شه. بعضی از اینها مجهول نیستن توی سازه واقعی. ببینید اگه شما یه سازه واقعی داشته باشید، خب این که نمیتونه سازه واقعی باشه. چرا نمیتونه واقعی باشه؟ چون پایدار نیست. شما یه قیودی دارید. مثلا فرض بفرمایید الان من اینجا رو یک تکیهگاه براش درست کردم. حالا الان شده سازه واقعی. تا قبل از اون این ول بود تو فضا، انگار دو تا فنرن تو فضا ولن. خب این که پایدار نیست، مثل ساختمونی که تو هوا ولش کردید، رو پی قرارش ندادید، تکیهگاه براش نذاشتید. خب موقعی که تکیهگاه نذاشته باشه این سازه پایدار نیست که، ساختمون سقوط میکنه اگه تو هوا باشه. این دو تا فنری که ولن یه چیز پایداری نیست، بهش نیرو وارد کنی راه میره، فنرها کش نمیان. دو تا فنر رو بذار رو میز، بکشیدشون، حرکتش بدید، از یه سرش بگیرید حرکت بدید، اون سرم ول کنید. اگه این فنرها ول باشن
خب این فنره راه میفته توی همجور رو میز شما حرکت میکنه، اتفاقی براش نمیفته که. خب پس بنابراین ما یه تکیه‌گاه براش میذاریم تا این بشه یه سازه‌ای که ول نیست، یه سازه‌ای که توی فضای واقعیه، تو چیز واقعیه، شبیه چیز واقعیه. خب ببینیم چی کار باید بکنیم. ما اینجا چی داشتیم میگفتیم؟ دوباره مرور کنم. ماتریس سختی تک تک المان ها رو نوشتیم، اینا رو ریختیم تو ماتریس سختی کل سازه، بعد این یو ها رو ضرب کردیم در این ماتریس مساوی F، شد معادله سختی کل سازه من. رسیدیم به این که 6 تا مجهول دارم ولی 3 معادله. چی کار باید بکنم؟ باید شرایط مرزیم رو اعمال کنم. معادلات سازگاری ما گفتیم دو دستن. یه دسته از معادلات سازگاری ما اینه که این سازه ما از هم گسیخته نمیشه، ناپیوسته نمیشه، یعنی این گره شماره 2 اینجوری نیست که بکشی فنر 2 از فنر شماره 1 جداشه واسه خودش بره، که اینو اعمال کردیم، این ناپیوسته نبودن رو اعمال کردیم. یه بخشی از معادلات سازگاری ما معادلات چی بودش؟ معادلات این بود که ما تکیه‌گاه هایی داریم، شرایط مرزی داریم. خب اگر من اینجا تکیه‌گاهی داشته باشم، نیرویی که اینجا وجود داره اسمشو بذاریم F1 گذاشته بودیم قبلا F1، این نیرو مجهوله، این الان این نیروی F1 مجهوله، ولی تغییر مکان این معلومه. چنده؟ 0. چرا؟ چون من تکیه‌گاه دارم. موقعی که تکیه‌گاه دارم اگه سازه من بخواد پایدار باشه، اگه بخواد واسه خودش راه نره، من این شرط مرزی رو با یه رنگ دیگه اینجا نشون بدم که ببینید ما چی کار داریم میکنیم. U1 ما 0. پس تو گره 1 نیروی گره 1 مجهول عکس العمل تکیه‌گاهی ماست که ما نمیدونیم اینجا چقدر نیرو وارد میشه. البته این مسئله چون خیلی ساده است شما میدونید اگه این نیرو 2 باشه عکس العملتون هم میشه 2، ولی خب قاعدتا اینو حل میکنید تا متوجه میشید. ما از ابتدای مسئله اینو نمیدونیم که میگم مجهوله. الان شاید شما بگید این که معلومه، که اگه معلومه به خاطر اینکه شما مسلطید به استاتیک و به تحلیل سازه، مسلطید تشخیص میدید، یعنی تو ذهنتون سریع حل میکنید که اگه این نیرو 2 باشه خب این عکس العمل اینم میشه 2 دیگه. نیروی F1 مجهول ماست. تو گره شماره 2 ما نمیدونیم چقدر حرکت میکنه، یوش برای ما مجهوله ولی نیروش برای ما معلومه. نیروه چیه؟ خب ما هیچ نیرویی به این گره شماره 2 وارد نکردیم، پس نیروی گره شماره 2 مون معلومه، میشه 0. میام تو گره شماره 3، دوباره تو گره شماره 3 باز ممکنه شما اینو خیلی سریع تو ذهنتون چون مثال سادهیه حلش کنید، یعنی بگید گره شماره 3 هم میدونم چی میشه، گره شماره 2 هم میدونم چی میشه، نیروهای اینا هم میدونم چقدر میشه. این به خاطر اینکه شما به سرعت تو ذهنتون حل کردید. این برای کامپیوتر مجهوله، برای کسی که نمیدونه متصلات شما رو، اون اشراف شما رو سازه نداره، نمیدونه، این مجهول محسوب میشه. میام سراغ گره شماره 3. گره شماره 3 دوباره حرکتش یوش مجهوله ولی نیروش معلومه، چنده؟ 2. من یه نیروی 2 وارد کرده بودم به اینجا. حالا الان ما چند تا معادله داریم؟ 3 معادله. چند تا مجهول داریم؟ 3 مجهول. همه مجهولاتمون رو میتونیم به دست بیاریم. مجهولات ما چیه؟
برگردیم دوباره به اون حرفایی که قبلا میزدیم. ما گفتیم تحلیل سازه یعنی اینکه رفتار سازمون رو ببینیم، پیش بینی کنیم، ببینیم چیه. ما میخوایم رفتار این سازه رو پیش بینی کنیم. رفتار سازه چیه؟ اینه که اخلاقش مثلا خوبه، مهربونه یا نه. رفتار سازه یعنی نیروها و تغییر شکل‌ها. دیگه چیز دیگه ای نداره سازه تو رفتارش. سازه موقعی که شما یه باری بهش وارد میکنید یه نیروهایی در بعضی جاش به وجود میاد، یه تغییر شکلایی در بعضی نقاطش به وجود میاد. حالا تغییر شکل هم تغییر شکل دوران تعمیم یافته، یعنی دوران ها رو هم شامل بشه. نیرو هم یعنی نیروهای تعمیم یافته، یعنی لنگرها، گشتاورها رو هم شامل بشه. ما همه معادلاتی که بلد هستیم رو نوشتیم، تعادل رو نوشتیم، دیدید سازگاری رو F=K دلتا رو توش اعمال کردیم، معادله رفتاری رو اعمال کردیم، ببخشید گفتم سازگاری به اشتباه، معادله تعادل رو نوشتیم، معادله رفتاری رو هم توش اعمال کردیم. اون سازگاری ها، حالا اینجا سازگاری ها رو هم اینجا نوشتیم. یه بخشی از این سازگاری ها اینجا اومد که چه گرهی و چه گرهی وصله، کجا سازه ما نباید پارشه، نباید بریده شه، نباید گسیخته شه یا نباید ناپیوسته بشه. ریاضیشو بخوایم بگیم، کلمه ناپیوستگی رو بخوایم به کار ببریم. یه بخشیش هم شرایط مرزی ماست که مثلا من اینجا تکیه‌گاه دارم. موقع من اینجا الان یه تکیه‌گاه دارم یعنی چی؟ یعنی این نقطه حرکت نمی‌کنه، یعنی یو صفر. موقعی که اینجا من به گره 3 نیروی به اندازه 2 وارد کردم، این دیگه معلومه نیروی گره 3 میشه 2. شما اینجا این سرهمبندی ماتریس ها رو هم اینجا ملاحظه میکنید. حالا من همونجا کنار همون نوشتم، اینجا سرهمبندی ماتریس ها رو هم شما ملاحظه میکنید که چی کار کردیم. گره شماره 1 معادله تعادلش همونی بود که نوشته بودیم، گره شماره 2 معادله تعادلش همونی که قبلا اینجا نوشته بودیم. اگه برگردید نگاه کنید، سر و ته فنرها چون به چیزی وصل نیستن همونی که بود. گره وسطی که شماره 2 ما بود، این گره اگه معادله تعادلش رو بنویسید متوجه میشید که هم به تغییر مکان گره 1 وابسته است، هم به تغییر مکان گره 3 وابسته است. پس یه بخشی از سازگاری تغییر شکل‌ها اینجا خودشون نشون داد که گره 2 پاره نمیشه، گسیخته نمیشه، گسسته نمیشه، ناپیوسته نمیشه. این سازه ما که یه ورش یه جا بره یه ورش یه جا دیگه، اگه این فنرهای ما مثلا اینجوری حرکت کنن یعنی هر طرفش یه جا رفته دیگه. اگه شما یعنی ناپیوسته شده. اگه شما یه تیری داشته باشید به این شکل، مثلا یه باری بهش وارد کنید و تغییر شکل این تیر اینجوری بشه، مثلا تغییر شکل این تیر این شکلی بشه، یعنی چی؟ یه طرف یه جا رفته، یه طرف یه جا دیگه رفته. این ناپیوسته شده دیگه. شما تو ریاضی به این میگفتید یه تابع ناپیوسته. این تابع شما ناپیوسته است. ناپیوسته است یعنی چی؟ یعنی حد چپش مثلا با حد راستش با مقدار تابع برابر نیست. یعنی چی؟ یعنی پاره شده. به زبان ساده مثل یه نخیه که پاره شده. این ورش یه جاست، سمت چپش، حد چپش یه جاست، حد راستش یه جا دیگه است. یه قلمیه، یه شیشه یه شکسته، ناپیوسته است. یه تیکش یه جاست، یه تیکش یه جا دیگه. تیکه سمت چپی یه جاست، تیکه سمت راستی یه جاست. اینو ما میگیم ناپیوسته نشدن. این تیر ناپیوسته نباید بشه، باید این دوتا یه جا باشن. یعنی این باید اینجوری باشه، نباید این یه جا دیگه باشه. این خودشو اینجا تو این معادله نشون داد.
و سختی ها اینجا جمع شدن. این شد ماتریس سختی کل سازتون. اگر به این سازه شما یه قیدی اینجا بذاریم، یه تکیه‌گاه اینجا بذاریم، یه نیرویی هم اینجا بذاریم، خب یو گره 1 گفتیم میشه 0، اف گره 1 مجهوله. گره 2 یوش مجهوله، افش معلومه، ما هیچ نیرویی بهش وارد نکردیم، یعنی در گره 2 هیچ نیرویی اعمال نشده. گره شماره 3 هم به همین ترتیب، یوش مجهوله، افش معلومه، مثلا 2. حالا برای اینکه این با اون عدده 1 2 3 ما اشتباه نشه، من اینو مثلا بکنمش 20. مثلا کیلو نیوتن مقدار این نیرو هست. پس 3 معادله داریم، 3 مجهول و سازه ما به راحتی حل میشه. کاری که میخواستیم بکنیم همین بود، ما میخواستیم روش ساده‌ای برای کامپیوتر درست کنیم، برای کامپیوتر روشی رو درست کنیم که توی این روش بدون اینکه زیاد فکر کنه با یه الگوریتم بسیار ساده، بسیار روتین، خیلی چی میگن فلوچارت پذیر و خیلی ساده و خیلی قابل برنامه نویسی بتونه سازه ما رو حل کنه. به کامپیوتر گفتیم گام به گام برامون انجام داد. گام اول گفتیم بیا به تعداد المان‌های ما ماتریس سختی تشکیل بده. خب داد، به تعداد المان‌ها اومد ماتریس سختی تشکیل داد. این شد ماتریس سختی کل المان‌های ما. 2 تا المان بیشتر نداشتیم، 2 تا هم ماتریس سختی برای ما تشکیل داد. ماتریس سختی المان 1، ماتریس سختی المان 2. گام اول. گام دوم گفتیم بیا اینا رو همه رو برده بریز تو هم دیگه، سرهم بندی کن. کرد. گام سوم که اینجا ننوشته بودیمش، اینا رو پاک کنم که بتونم گام سوم هم بنویسم. گام سوم ما هست حل، ببخشید سرهم بندی رو انجام دادیم. گام سوم ما میشه اعمال شرایط مرزی. شرایط مرزی رو اعمال کن، ماتریس تشکیل میشه، بعد دیگه حلش کن دیگه با اون الگوریتمایی که شما تو درسای قبلیتون مثلا از مدرسه هم بلدید، ولی دیگه توی محاسبات عددی شما یکی از بحثایی که باش خوب آشنا شدید در واقع همین تحلیل‌های ماتریسی و روش‌های حذف و غیره بود که دیگه حل میکنه دیگه. ما تا همینجاش تحلیل ساز است. من تو امتحانم نمیخوام شما مسئله ها رو، معادلات رو حل کنید، فقط ماتریس سختی رو به دست بیارید به همین شکلی که الان اینجا ما به دست آوردیم، یعنی المان شماره 1، المان شماره 2، المان شماره 3 تا انتها ماتریس سختی رو بکشید، سرهم بندی کنید، معادله رو تشکیل بدید. یعنی چیزی که من از شما خواهم خواست اینه، فقط همین، معادله سختی سازتون رو بنویسید. شرایط مرزی هم نمیخواد دوباره بنویسید، همینجا U1 رو خط بزنید، بنویسید مثلا U1 5 یا 0 یا هر چنده، U2 اینقدره. اگه خط نزدید یعنی مجهوله، نمیدونید، دنبال پیدا کردنشید. F1 F2 عددا رو همینجوری خط بزنید دقیقاً به همین شکلی که الان من اینجا براتون نوشتم، عیناً به همین شکل شما ماتریس سختی رو تشکیل بدید، معادله ها رو تشکیل بدید، کاملا کافیه. حلش دیگه حل دیگه امتحان
حل معادله که ما نمیخوایم شما بگیریم، ما میخوایم تحلیل سازه رو ببینیم، تحلیل ماتریسی رو ببینیم شما بلدید یا نه. ما تا همینجا میخوایم 3 معادله 3 مجهول، 4 معادله 4 مجهول، 10 معادله 10 مجهول، فقط معادله هاتون رو تشکیل بدید. حالا من اول بحثمون گفتم که ما میخوایم یه مثال هم حل بکنیم. من اون مثال رو توی ویدیو دیگه حل میکنیم، ولی توی ویدیو دیگه میارم که این ویدیو هم زیاد طولانی نباشه، بیشتر فکر کنم ویدیو کوتاه براتون بیشتر قابل استفاده باشه. بنابراین من همینجا شما رو به خدا میسپارم و براتون آرزوی سلامتی دارم. ما میایم توی جلسه بعدی یه مثالی از این حل میکنیم، یعنی همه حرفایی که زدیم و توی البته همین کاری که الان کردیم اینجا یه مثال بود، ولی خب یه خود همچین مرتب‌تر و تمیزتر یه مثال حل میکنیم، ببینید که این قضیه به چه شکلی ما میتونیم مسئله رو حل کنیم. خب امیدوارم همه خوش و سلامت باشید تا من چند دقیقه دیگه، شما تا جلسه بعد که این فیلم قسمت بعدی رو من شروع کنم به ضبطش.